دوستان، اینم از فضای خانه آقا جواد. همینطوری بیننده باشین ما را. اینم درختی که فکر منم خشکه ولی خشک نیست، تازه گل کرده، گلاش باز نشده دیگه. اینم از این و اینم از طبقه پایین که یک دانه بهش چی میگه، ایره تغمپلی میگه، چی میگن ایره دارن دیگه. با ما باشین. با اجازه صاحب خانه از خانهش هم همینطوری یک ویدیو بگیریم. اینم خانه آقا جواد و با ما باشین. دوستان موفق شدم ببینید دوستان موفق شدم که لباسشویی رو جور کنم. برای ما حتما یک لایک، قلب قرمز، یکی نه چند تا بذارید. نگاه کن دوستان، لباسشویی رو 500 یورو رو زنده کردیم دوستان. 500 یورو دوستان، 500 یورو زنده شد. دوستان ببینیم، دهمی لباسشویی خراب شد، دهمی برداشتم جور شد. اینم که نتیجه رو دیدین که تخلیه هم انجام شد. بله دوستان، خوشبختانه 500 یورو زنده شد. الان دیگه آقا جواد باید پولی 1 سال لباس شستنی خشکشویی رو برای ما بده. اینم نتیجه کار. بله دوستان، یک کمی آدم در خود زحمت بده، بالاخره کار نتیجه میده. بله دوستان. خب اینم جای اسکوتری آقا که کمی جایش نمیزونه قیده، همه درم گذاشته. دوستان اینم لباس شویی درست شد. اینم جارو برقیش، نمیدونم کجا میذارن، ما میذارم اینجا. اینه دوستان، کمی کفش تر مانده، چیزی برای درست کردن نداریم. اینه دوستان، بازم نگاه کن، نگین که درست نشد. دوستان لایک سابسکرایب یادتون نره. خدا وکیلی لایک داشت، قلب قرمز داشت، سابسکرایب داشت، نگین که نداشت. 500 یورو زنده شد. بله دوستان، بله نروی 500 رسید. خب دوستان، همینطوری که میبینین اینم باشه برای صاحب خانه یادگاری که دفعه دیگه هواش جمع بشه. اگه ایره جور نمیگردیم باید ما رو 500 یورو لباس شویی میخرید. بله دوستان، بله دوستان، ماشاءالله. دوستان خیلی سرساده بود اونجا آمدم این بر که اذیت نشونین. واقعا شما دوستا پیام بذارین واقعا کار چطور بود، خوب بود، نبود، ارزش داشت، نداشت. به نظر ما که ارزش داشت. هر کاری کار درست انجام بدی، درست بکنی، ارزش داره. اگه خیلی هم ناچیز باشه بازم ارزش داره. بالاخره یک کاری انجام دادی،
خوبیش ایه، مهم این نیست که او کاری که انجام دادی ارزش چی بود، مهم این است که کار را درست انجام دادی دوستان. بله ما خواستم تا گوشت آب اضافه کنم. بله همچون که میبینید صدایش میه. بله دوستان، بله دوستان هم در میبینین این دمپایی هم اینجا مونده از صاحبش کجا رفته. دمپاییش هم اینجا زنجیر بسته که گذاشته که فرار نکنه. این هم انگشترایی، این هم یک گولی، این هم یک گولی دیگه جانمازی. اینی چه ساعت چیه ببینم. به ساعت هیچ دست نمیزنم، خراب شنم قصیر مایم هیچی دوستان. ما رو بیننده باشین که لباشوی کجا رسید. بله دوستان، بله همطوری که میبینین هنوز تخلیه دوم انجام نشده. دیگه ما رو ببخشین دیگه، هر رقم بد و خوبی بود تو ویدیو. یه مهمی است که ما برای شما یک لباشویی را در نمایش گذاشتیم که جور کردیم. دوستان همطوری که میبینین توی اینو دقه رسیده. این هم اینجایا دوستان، همطوری که میبینین روی 6 دقه رسیده. بله دوستان دیگه هم روی 1 دقیقه دیگه همینه که خاموش شونه. ببینیم که چطور لباس شست. واقعا در باز نشدن است. خب دوستان بسیار عالی. این برای برای در است که باز خاموش شونه و باز شونه. در باز شونه، هنوز باز نشدن. بله دوستان اینم در باز. نتیجه کار ببینیم دوستان. بله نتیجه کار ببینیم دوستان. چقدر کثیف لباسشویی. بله دوستان شستن و فقط دوستان شستن اما دیگه اونطوری که بخوای خشک کنی که نکردن، چون 1200 بوده. اینه 1200 بوده، خشک نکردن ولی خوب شسته. اینه دیگه الان صاحب خانه بهش بگم که بعدش چیکار کنه. دوستان لایک سابسکرایب یادتون نروه. لطفا ما را حمایت کنین، تازه کار هستیم. قربان شما، وقت شما خوش با منظره لباسشویی. قربان شما. لایک سابسکرایب حمایتتون یادتون نروه از ما. تشکر.